سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه 36 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار کنیم. قطعه ضربی ترک اثر حبیب سماعی و یه قطعه دیگه بیشتر از این کتاب باقی نمونده و ادامه این کتاب دیگه یه سری اتودها و تمرین‌ها هست، یه سری تکنیک‌ها رو با هم دیگه کار می‌کنیم و خب اونا رو خیلی سریع‌تر شاید همه رو توی یکی دو ویدیو بگیم که آشنایی باهاش داشته باشید و بعد از این میتونید وارد آموزش ردیف ها بشید که خب آموزش اونها هم شروع شده و یه بخشش رو توی کانال گذاشتیم و داریم ادامه میدیم با هم دیگه. آفرین که در اینجا همراه بودید، عالی هستید، تمریناتتون رو انجام بدید، لطفاً حمایت بکنید، مثل همیشه به من انگیزه بدید که این مسیر رو هرچه بهتر با هم دیگه به آخر برسونیم و ادامه رو با هم دیگه پیش ببریم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه 36 2/4 و شمارشش به صورت 2 ضربیه دیگه. اگر یه نگاه کلی به کل قطعه داشته باشیم، تمام نوتایی که تو این قطعه داریم ترکیب نوتای سیاه و چنگ است. پس فقط کافیه که شمارشمون وسطش و اضافه بشه، یعنی میشماریم 1 و 2 و. خیلی تمپوی بالایی هم قطعه نداره، ولی به خاطر پرش ها و جفتایی که توش داره خیلی قطعه خوبیه، هم از نظر تکنیکی و هم از نظر مدل قطعه یه مقداری متفاوته نسبت به خیلی از 4 مزرابا و قطعاتی که تا حالا با هم دیگه کار کردیم. میریم با هم دیگه اجراش میکنیم و نکاتش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب از ابتدا خب اون سکوتی که گذاشته و زیرش فا نوشته به ما انتخاب داده که میتونیم ضرب اول رو سکوت کنیم یا نوت فا رو بزنیم، که من ترجیح میدم نوتاشو اجرا بکنم. پس یه دونه فا و بعدش سی جفت سی زرد و سفید و سی سفید و پشت خرک، میزان سوم سی ره جفت فای سفید و پشت خرک و تک سی. اجراش کنیم این جمله رو. فا سی 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 ره فا سی. خب حالا یه نکته بهتون بگم برای اینکه اجراتون راحت‌تر و جذابتر باشه و حفظ کردنش براتون راحت‌تر باشه. این سی که آخر خط اول میزنید و فایی که ابتدای خط دوم داریم، دوتا پشت سر همن، یعنی وقتی دارید اجرا میکنید توی ذهنتون سی فا داشته باشید. عملا ما انگار آخر جمله رو میزنیم سی فا جفت فا و بعدش سی فا به عنوان واخون، به عنوان نوتایی که قراره فقط سکوت رو پر کنن اضافه میشن. حالا جمله اول و دوم پشت سر هم که زدم اون وقت بهتر متوجه میشید منظورم چیه. جمله دوم پس شروعش با یه دونه فا هست و ادامهش میشه ر می سل فا می ر می فا و بعد دوباره اینجا یه دونه تک سی داریم که وصل میشه به تک فایی که ابتدای خط سوم هست. اجرا میکنم خط دومو. فا ر می سل فا می ر می فا سی فا. میبینید این فا دنباله اونه. با شمارش خط اول و دوم اجرا میکنیم، میشه 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 1 و 1 زدم همون فایی بود که ابتدای خط سوم داریم. خب خط سوم و چهارم رو با هم میخونم نوتاشو. فا دو 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 می سل می دو فا 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 سل لا سی. اجرا میکنیم خط سوم و چهارمو. فا دو 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 می سل می دو فا 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 سل لا سی. شمارشش هم که واضحه 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و دوش هم که سکوته. خط پنجم که دیگه این عبارت رو کامل میکنه، نوتامون هست سی دو لا سی سول لا فا سل ر می دو ره سی. حواسمون باشه کجا سفید کجا پشت خرک باید بخوره. میزنیمش سی دو لا سی سول لا فا سل ر می دو ره سی. شمارشش 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و باز دوباره 2 و سکوته.
به آخر خط پنجم که میرسیم کل این 5 خط رو باید تکرار بکنیم. من یه دور کل این قسمت رو اجرا میکنم. این سه تا راستی که اینجا داریم خیلی مهمه. اوکی، میریم سراغ خط ششم. فا، ره، جفت ره و فا که 3 بار بعد اجرا کنیم جفت ره و فا رو. بعدش دو ره جفت می، دو سل. خط بعد فا می ره دو سی ره دو لا فا و ادامهش لا 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 فا لا سی دو، دوباره لا فا، پشت خرک سل فا جفت می و سل جفت ره و فا و تو خط بعد فا سل لا دو و جفت سی. جمله رو اجرا میکنیم. فا ره 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 دو ره می دو سل فا می ره دو سی ره دو لا فا لا 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 فا لا سی دو لا فا سل فا می ره فا سل لا دو سی. شماره 6 هم که کاملا واضحه. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1. این قسمت 2 بار بعد اجرا بشه. قسمت بعد 4 خط آخر دقیقاً تکرار 4 خط اوله، فقط آخرش عوض میشه. یعنی توی خط آخر میزنیم فا 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 دو سی، به جای اون بالا که بعد از دو تا جفت فا میزدیم سل لا سی، اینجا میزنیم فا دو سی. آخرش با 2 تا جفت فا سی قطعه تموم میشه. پس 4 خط آخر رو اجرا میکنیم. خیلی بریم یه دور با مترونوم براتون اجراش کنم. با حوصله با سرعت کم اجرا میکنیم که ضربه ها کاملا دقیق و کنترل شده باشه. مترونوم میذاریم رو سرعت 72 و 2 ضربی. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1. تکرار از اول.
خیلی مهمه که این جفتا دقیقاً همزمان بخوره و خوش صدا باشه. بعد تلاش کنید تمرین کنید که یه مقدار سرعتش رو تا جایی که قطعه خراب نمیشه ببرید بالا. مثلا دیگه اولش اگه بخوام بزنم مثلا به این شکل سعی کنید تا جایی که ممکنه تندش بکنید. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. تمرین کنید این قطعه رو و تا ویدیو بعدی خوب و خوش باشید.